لعنتش میکنه. اطلاعیه برای کلیه شهروندان. انتظار داریم که همه شهروندان در خانه بمانند و تحت هیچ شرایطی از خانه خارج نشوند. اگر در خانه حادثه ای رخ داد، لطفاً خودتون رو به نزدیکترین محل امن برسونید و پنهان بشید و از ارتباط با سایر افراد دوری کنید و برای شرایط اضطراری آماده باشید. اگر اتفاق اضطراری پیش اومد، لطفاً با ما در تماس باشید. سلام، من اوجونپو هستم. کسایی که قبلا کانال یوتیوب منو دنبال میکردن مطمئنم میدونن که من راهب موریس هستم.
خب امروز دومین روزیه که تو خونه گیر افتادم تا زنده بمونم. خواهش میکنم زنده بمون. این آخرین پیامیه که پدرم برام فرستاده. من نمیدونم چطوری باید زنده بمونم، ولی الان زنده‌ام و میتونم اینو ضبط کنم براتون. این خودش برای من یه معجزه است. پس برای امروز تا همینجا کافیه. بابا منو ببخش. اطلاعاتی که تا الان داریم حاکی از این است که آلودگی خونی ناشی از گاز گرفتگی تنها دلیل آلودگی است. پس سعی کنید مراقب باشید فرد آلوده شما رو گاز نگیره. افراد آلوده علاوه بر خشونت و آدمخواری، توانایی‌های بینایی و بویایی و شنوایی مشابه افراد عادی دارند و حتی ادعا می‌کنند که آنها هم انسان‌های معمولی هستند و الگوهای رفتاری خاصی را دنبال می‌کنند و نمونه‌های مختلف جدید مرتب در اطراف ما ظاهر می‌شوند. لطفاً مراقب باشین چون این افراد اصلاً قابل شناسایی نیستند. در را روی افراد غریبه باز نکنید. هر کسی از این دیگه چه چیز مزخرفه. بریم یه رامیون واقعی ببینیم. دست نزن، صاحب داره. برو بابا. امروز در واکنش به وضعیت اضطراری شبکه تلویزیونی ما برای اقدامات اضطراری آماده شده است. مهمان ویژه امروز ما روانشناس النا کیم هستند. خب دکتر، امروز تکنیک تنفس برای آرام کردن ذهن و بدن رو بهتون آموزش میدیم. خب من هنوزم وجنبو هستم. الان دیگه آب و غذام تموم شده. با این حال پامو از خونه نمیتونم بذارم بیرون. به جای اینکه گاز گرفته بشم و مثل اونا بشم، ترجیح میدم از گرسنگی بمیرم. تلویزیون هر روز داره همون چیزای قبلی رو تکرار میکنه. همش میگه تو خونه منتظر بمونین. الان دیگه نمیدونم اوضاع چطوریه. مادرم اصلا تلویزیون دیدن رو دوست نداره. دوست داره موقعی که کارای خونه رو انجام میده به رادیو گوش بده و برای رادیو پیام بفرسته. رادیو